رسول اکرم گفتن هیچگاه ای مرد گفتن کسی را سجده نکن و در پیش هیچ کس تعظیمم نکن. در دوام چی گفتن پیغمبر؟ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقها. اگر گفت ای مرد خدا، گفت ای دوست خدا، اگر سجده کردن انسان را جایز میشد، هر آینه امر میکردم این که زنها شوهرهای خود سجده کنند تعظیما لحقه، یعنی از روی آن عظمتی که خدا به این مردها داده است، این بزرگی که خداوند به مردها داده است، اگر سجده کردن انسان جایز میشد، ای دوست خدا، من امر میکردم که زنها در پیش پای شوهرها سجده کنند. لیکن افسوس که انسان سجده کردنش جایز نیست. اینم یک حدیث پیغمبری خدا دلالت بر چی میکند؟ دلالت به بزرگی مردها میکند، دلالت به عظمتی شما میکند که باید این بزرگی و این عظمت هر مرد در خانه خود باید صاحب باشد. رسول اکرم میگوید اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها و اعظم الناس حقا علی الرجل امه. و مردها از همه در حقوق بلند کی دارند؟ مادرهاشون دارند. پیغمبر گفتن از همه حقوق بلند در ذمه مردها این حقوق مادرشون میستند که باید مادر را به نهایت احترام کنند، بعد از آن پدر. لیکن اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، پیغمبر گفتن بزرگترین حق بالای زنها این شوهرهاشون میستند. بین تا زمانی که اونها شوهر نکرده بودن، بزرگترین حق پدر و مادر و برادرش داشت. لیکن وقتی که زن شوهر کرد، آن حقوقها همه بیکاره شد، بلکه همه حقوقها رجوع به سوی شوهر کرد. دیگر از پدرم دیده، از مادرم دیده، از برادرم دیده، در نزد زن باید که شوهر با قدر باشد، باید که سخن شوهر در سطح اول ایستد، نه سخن پدر و مادر برادرش. این اگر ما و شما مختصر خوان باشیم، کتاب طلاق نظر کنیم، اگرچند این عباره مختصر شرح الوقایه میگد، هدایه هم تصدیق میکند که مرد وقتی که زن میگیرد حقوق دارد که برای خسر و خوشدامنی خود، یعنی پدر و مادر زن، فرمان برآورد که شما حقوق دارین که در این جمعه به این جمعه یک بار دخترتان زیارت کنید. این شوهر حق دارد. این عباره مختصر است. میتواند مردها چنان وظیفه دارند که پدر و مادر زنش گوید که از این جمعه به این جمعه یک بار دخترت زیارت کنه خلاص. لیکن دادری او را، برادری او را، عمک و تقا و خواهری او را شوهر حقوق دارد. میگوید مختصر میگوید که در یک سال یک بار اجازه چون دهد. میگوید که در یک سال یک بار حق دارین که آمده این خواهرتان است، اپتان است، خیشتان است، شما خبر گیرید. این حقوق های شوهر است. این عظمتی شوهر را نشان میدهد. این حقوق خداوند به ما و شما داده است. این نه داده یگان حاجی است، نه یگان پیشنهاد شیخ داملا است، نه پیشنهاد یگان قانونی حکومت است، بلکه پیشنهاد خدا و پیغمبر اوست که خداوند این بزرگی و این عظمت به همه شما داده است. باید که شما از این قانون خودتان استفاده برین، شما گناهکار نمیشید. حضرت انس میگوید که پیغمبر خدا گفتند ایما امرأة صلت خمسها و صامت شهرها و احسنت فرجها و اطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت. پیغمبر خدا چنان حدیث بیان کردند که کدام زنی که اگر خواهد که فردا به یگان سؤال و جواب وارد جنت شود، مرحمت این سخن معلمش، این سخن پیغمبرش برای او چی است؟ برای او دستور است. پیغمبر خدا گفتند کدام از زنی که ایما امرأة
تصلت خمسها، اگر 5 وقت نمازش ادا کنند، بی نهایت زنهای نمازخوان کم است، بی نهایت کم است. هزارها افسوس که بعض از برادرهای نمازخوان ما شکایت میکنن که با این زنی بی نماز چی کار کنیم؟ 5 سال شد، 10 سال شد، صبر داریم، تعلیم میدهیم، سخن ما نمیگذرد، زن ما نماز نمیخواند، هرچند حرکت میکنیم گاه میخواند گاه نمیخواند، مرا بیند میخواند مرا نبیند نمیخواند. افسوس که این گونه زنها، چندین زنها را جنازه کردیم، جوان دختر هم بود، میان ساله هم بود، یکی وقتی میپرسیم در وقت دوره کردن نماز میخوان؟ نه، نماز نمیخوان. پس برای آدمی که نماز نخواند، وقتی که فرق در بین مسلمان و کافر نماز که باشد، پس دوره ملا و جنازه ملا و ختم ملا و این خیر احسان 1 ساله برای او چی فایده داشته باشد؟ چی فایده داشته باشد؟ وقتی که نماز خواه بی نماز از شیطان دیده پستر باشد در قدر، یا خوک که در 4 جای قرآن خدا حرامش گفته است، وقتی از خوک دیده که پستر باشد، پس چی جای دیگر بیان کردن است؟ پیغمبر میگوید کدام زنی که نماز خواند، نماز به وقتش ادا کنند. امروز زنهای ما و شما را نظر کنید، اگر یک معرکه باشد میروند از ساعت 11 یا 12 می نشینند، عصر میگذرد به شام می آیند، کنیم اونها را از امون خاندان پرسین که کدام همین نماز خواند؟ هیچ کدامش نماز نمی خوانند. چی نماز پیشین هم فوت می شود، چی نماز عصر هم فوت می شود. اگر وقتی شام باشد شام شب نمی خوانند. لیکن در این کی گناهکار است؟ شوهرها گناهکار هستند. در این شوهرها گناهکار هستند که باید که زنها را تاکید کنند، زنها را تاکید کنند که وقتی نماز نماز است. هر یک معرکه‌ای که میروی تو در او خاندان نه دختر هستی، نه کلین هستی، نه زنی او خاندار هستی، اما 1 ساعت 2 ساعت نشین خانه بیا بس. همون خاندار هم شما هستین، ما هستیم. کدام ما و شما را میفارد که یک مهمان آمده 10 ساعت در خانه من نشینه؟ با علل خصوص مثال همون توده‌ای که بجز غیبت، بجز گپی بیهوده چیزی در بین اونها وجود ندارد. این حقیقت است، باور کنید. پیغمبر میگوید کدام زنی که 5 وقت نماز خواند و صامت شهرها، وقتی ماه رمضان آمد از روزه ماه مبارک روزه گیرد، و احسنت فرجها، و این زن چنان زنی باشد که چی در نبودن شوهر چی در حضور شوهر اگر خودش را از زنا حمایه کند. چند جوانها سوالها بیچاره نویساندند، روی یکی میآیند خبر میدهند که برادر عزیز 1 ماه از خانه دور بودیم، الکی با همسایه یک جایه شدند. و خدا قسم باور کن چندین جوانها، جوان پسرای نماز میخوان بیچاره در همین قوم هستند. 1 ماه فقط ندیدیم. یا اینکه بعضش بیچاره میگن 6 ماه روسیه رفتیم، برای شکم همین زن خود رفتیم، برای شکم فرزندهای این رفتیم، آمدیم الکی که آوازه هست که زنی تو بی ترتیب شده است. و احسنت فرجها، و اگر فرج خدا از زنا نگه بدارد، میگه پیغمبر، چی در بدن شوهر چی در نبودن شوهر. یک جوان میگوید که دامله عزیز میگوید وقتی من زن آوردم همون شب الکی معلوم بود که این زن من دختر نبود. راستی بار همین سیر پوشانیدم. دلم بر دختر و به اولاد دختر نسوخت، میگه دلم به مالم سوخت که مالی بسیار خراجات کردم، بسیار توی کلان کردم، دیگر دویم باره قوت زن گرفتن ندارم. همین سیر پوشانیدم.
من گناه کردم یا ثواب کردم. این به طبیعت تو وابسته است. اگر سیر شب پوشانده باشی و زندگی هم که کنی اسلام رخصت میدهد. لیکن من در این باب هیچ گفتم نمیتونم. راستی بار بی نهایت درد میکند و به سوی خدا هم توبه میکنم که چنون یک جامعه خیلی پلید و فساد شده است که بیچاره جوانها زنی مناسب هم نمییابند. میگوید از بین همین جوان میگوید از بین 2 ماه گذشت، همین زن یک روز برای من فریب داد که در خانه مرا تلفن کردن که تیز به خانه را بیا و میگوید من رخصتش دادم که رفت خانه تا. وقتی که این رفت میگه یک همسایه میگه خبر داد که همون زمانی که میگه از خانه تو برآمد همون جوانی که پیشکی قضیه همین دادگیری داشت در ماشین همون سوار شدند و رفتند. این معامله زنهای امروزه ما و شما. وقتی این جوان میگه من رفته از پدر و مادرش پرسیدم که دختر کجاست، گفت خانه ما نآمده است. رسول اکرم میگوید و احسن فرجها، اگر زنی که 5 وقت نماز خواند، روزه ماه مبارک رمضان دارد و اگر خودش را از زنا نگه بدارد و اطاعت بعلها، که این خلاصه را بینید. خلاصش چی است؟ بعد نماز